با هم قرار گذاشته بودیم که راجع به خشم صحبت کنیم. خشم چیه؟ خشم یه واکنش طبیعی دستگاه عصبیه که در همه انسان‌ها، در همه زمان‌ها و در هر سنی وجود داره. حتی خشم در نوزاد تازه متولد شده هم مشاهده میشه. بنیاد بیداری. متاسفانه بعضی افراد قربانی خشم هستند، برده خشم هستند. قربانی خشم یعنی چی؟ یعنی خشمه که بر اونها حکومت میکنه. اونها به خاطر اینکه نمیتونن خشم خودشون رو کنترل و مدیریت بکنند، دست به جرم و جنایت میزنند، دست به قتل میزنند، خودزنی میکنند، دیگر زنی میکنند و به خودشون و اطرافیانشون آسیب میزنند. در حالی که کسان دیگری وجود دارند که خشم در اختیار و کنترل اونهاست. به خاطر اینکه میتونن خشمشون رو مدیریت بکنند و از اون بهره برداری بکنند، حتی مشاغل مدیریتی به دست میارند. در شغلشون پیشرفت‌های قابل توجهی رو میکنند، چون سوار بر خشمشون هستند. پس خشم ابزاریه در دست انسان که با مدیریت اون میتونه زندگیش رو متحول بکنه و از اون استفاده بکنه و با عدم مدیریتش زندگیش رو به نابودی بکشونه.